سلام علیکم. جزایری هستم، نماینده ولی فقیه در خوزستان و لندن. امت همیشه در صحنه نگران حال این حقیر بودند. به صرافت افتادم که در این منبر آنلاین شما را در جریان صحت و سلامت خودم و هدف از سفر به لندن قرار بدم. بنده به نیابت از ولی امر مسلمین جهان برای تبیین آرمانهای حضرت امام به مدینه لندن مشرف شدم. به حمدالله این حقیر این توفیق رو کسب کردم که در اماکن متبرکه‌ای مثل کازینو و کلوب و کافه های اونجا به تبیین آرمانهای امام بپردازم و گوگولی مگولی ها را ارشاد کنم. این نکته رو هم خاطر نشان کنم که هر نفسی که از هوای لندن فرو می بردم به یاد ریزگردهای اهواز بودم. در کنار استخر و جکوزی وقتی دراز کشیده بودم به یاد دریاچه های خشک شده و رود کارون بودم. با هر 64 استیکی که می زدم به یاد فقرا و گوشت کیلویی 130,000 تومان بودم. در مراجعت به ایران اسلامی پاچه خاران ولایت بنده و دست بنده را مورد ماچمالی قرار دادند که از این بابت نهایت خوشمان آمد را دارم. الان هم به علت خستگی بعد از سفر و رگ کشیدن قلبه هایم و رگ به رگ شدن لپام ممکن است که نتوانم به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز انجام وظیفه کنم. اما به شما امت همیشه در صحنه بشارت میدهم که بنده دست از سفره انقلاب نخواهم کشید و در سمت دیگر سفره به صورت دلوپی در خدمتتان خواهم بود. و من المقام العظمی توفیق.